به مناسبت تشکیل پیغمبر مکروان اومده لدیاربکر جبو معلومات فقیر قولین آلیکاری بلاف کرد و روی کسین خودی محتاج کفاش کرد. دو قولین آلیکاری در نان، گوشت سور، غدا و گلک اشیاء دن هبو. سروک کاروان اومده شاین الال چی وها گود. ایروش پیغمبر ما تشریف دنیا کریه. او پیغمبر رحمت و حامی فقیرانه. به مناسبت مجی گفت که امتا پیغمبر حامی فقیرایی ما قولین آلیکاری نان گوشت سور بلاف کرد. ما به روژا مبارک تجی روی کسین فقیر کیف خوش کرد. ما گفت کسین امتا پیغمبر و که پیغمبر فقیرانش بیر نکریه. ما گفت که دوی روژه ده کیف لازمه بلا کسین فقیر کیفه بکن و خود تنه حس نکن. خدای تعالی خیره هر کسی قبول بکه و مجی şefaata پیغمبر خدا محروم نکه. Bu çalışmamızı inşallah bugün gerçekleştirdik. İnşallah.